خوش آمدید به چشمانداز امشب. افتخار دارم تا در این برنامه هم میزبان شما گرامیان و مهمانان عالی مقامی باشم که به ما خواهند پیوست. این روزها صحبت از اتحاد و همدلی در میان مردم، به هم پیوستن گروه‌های مختلف معترضان و ایستادگی در مقابل حکومت ظالمی که زندگی را برای مردم ایران هر روز سیاه‌تر از دیروز می‌کند، به نقطه بسیار مهم و به عبارتی بهتر نقطه عطفی در رفتار سیاسی مردم ایران مبدل شده است. ایرانی ها از این اتحاد نمونه های بارز متعددی را این روزها به نمایش می‌گذارند، اما شاید شکوه و جلال اتحاد ملتی که در زیر ستم سر در مقابل ظلم خم نمی کنند و آزادگی و ایستادگی را همچنان در دستور کار خود قرار دادند را بتوان در رفتار دراویش گنابادی نه فقط در آنچه که در گلستان هفتم رخ داد، بلکه در طول 42 سال گذشته به نمایش گذاشت. دراویش گنابادی این روزها بار دیگر به حادثه نزدیک می‌شوند، به سالگرد حادثه نزدیک می‌شوند که به حصر خانگی رهبر پیشین آنان انجامید و از دکتر نورعلی تابندین حقوقدان، اندیشمند، خردورز و البته مجذوب علی شاه، یعنی قطب پیشین دراویش گنابادی که در حصر خانگی قرار داشت، به مفهوم واقعی کلمه جلوه مردی راستین ساخت که میتوانست نماد اتحاد گروه بزرگی از همکشان خود، همفکران خود باشد. اما حکومت هم این درس اتحاد رو بر نتافت و با قسی‌ترین رفتار و حتی اعدام ناجوان مردانه یکی از این دراویش، یعنی محمد سلاس، سرانجام کوشید تا به مردم یک درس بدهد که اگر در مقابل حکومت متحد شوید، ما هم از هیچ سبویتی در مقابل شما فروگذار نخواهیم بود. اما بسیاری معتقدند آنچه اتفاق افتاد اوج ترس حکومت از اتحاد ملت بود، اتحادی که دراویش با آن دست یازیده بودند و دست در دست هم به سمت آینده گام برمی‌داشتند. برای درک بهتر از آنچه سرکوب سیستماتیک فعالیت دراویش گنابادی در 42 سال گذشته، خصوصا در 30 و چند سالی که علی خامنه‌ای در کرسی قدرت است بوده و برای شناخت بیشتر از گذشته، پیشینه و کنون فعالیت‌های دراویش گنابادی و آشنایی با ابعاد شخصیتی شادروان دکتر نورعلی تابنده، مجذوب علی شاه و همینطور وارث و جانشین ایشون در حال حاضر جناب آقای جذبی طباطبایی که در طول برنامه امشب در موردش به صحبت خواهیم نشست، از دو مهمان دعوت کردم که ما رو همراهی کنند. افشین ساجدی، درویش گنابادی و حقوقدان که از بلژیک به ما خواهند پیوست، و جناب آقای حمید قره‌گزلو، او هم درویش گنابادی و از نمایندگان انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر که افتخار میزبانیشون رو به من دادن از شرق ایالات متحده آمریکا. من رو و مهمانان عالی مقامم رو در طول برنامه امشب همراهی بفرمایید. جناب آقای قره‌گزلو، خیلی خوش آمدید. خوشحالم که در برنامه امشب در خدمت شما هستم. درود به هموطنان عزیزم و با تشکر از شما. خیلی ممنونم. آقای ساجدی، شما هم خوش آمدید. خیلی خوشحالم که با شما هم در برنامه امشب همراه هستیم. سلام آقای دکتر، ممنون از اینکه منو دعوت کردید. خیلی متشکرم. آقای ساجدی، اگر اجازه بدید بحث رو با شما شروع کنیم و اون این که یک سوال بپرسم: چرا جمهوری اسلامی با دراویش گنابادی ضدیت داره تا به این اندازه؟ به هر حال دراویش گنابادی از لحاظ مبانی فکری از معتقدترین گروه‌های اسلامی محسوب میشن، نگاهشون هم به علی ابن ابی طالب که مورد احترام شیعیان یا آقای خامنه‌ای هم هست نگاه بسیار احترام برانگیزی است که از لحاظ مبنای فکری نبایستی با مبنای فقه شیعه متفاوت باشه. اما در این 40 سال گذشته بیشتر از هر گروه مسلمان دیگری این در واقع دراویش گنابادی بودن که مورد فشار قرار گرفتن. آیا دلیل خاصی داره این فشارها؟ ببینید، بله، باید ریشه این مشکل رو در ایام قبل از انقلاب دید، به خصوص از سال 1320.
زمانی که آقای مجتبی میرلوحی با نام مستعار نواب صفوی از طرف آیت الله شاهرودی مرجع شیعیان به ایران اعزام میشه تا مرحوم احمد کسروی رو به قتل برسونه. من فقط به شما یک پاسخ کلیدی میدم و زیاد وارد جزئیات نمیشم. اونم این هستش که در سال 1357 هم شخصی به نام محمد مدنی گنابادی از طرف بیت همون آقای شاهرودی وارد ایران شد تا به قول خودش جریان درویشی رو به طور کامل از ایران بربچیده. بنابراین شما فرمودید که با اینکه دراویش مؤمن و معتقد هستن چرا مورد غضب حکومت هستن، باید بگم که خب برای اینکه حکومت مؤمن و شیعه واقعی نیست، یعنی حکومت هستش که فقط از شیعه به عنوان از تشیع، یعنی به عنوان یه ابزار استفاده میکنه و همونجوری که صفویه از تشیع و برای ایجاد حکومت استفاده کردن و بدترین و بیشترین ظلم‌ها و ستم‌ها رو به تمام دیگر اندیشان کردن، حکومت هم به همین شکل به دراویش ظلم میکنه. ظلم‌هاشون آشکار هستش، الان من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. یه نکته دیگه که میل دارم توضیح بدم این هستش که دراویش گنابادی یعنی سلسله گنابادی در پیش از انقلاب مبتکر نوعی جریان همبستگی و همگرایی میان نیروهای سیاسی بود، بدین نحو که برادر جناب دکتر نور تابنده یعنی جناب آقای سلطان حسین تابنده رضا علی شاه در زمانی که هنوز ایشون قطب نشده بود طی سفرها و تماسهایی که با علمای مصر میگیره و میدونیم که مصر به نوعی رهبر جهان اسلام بود دیگه، جهان غیر شیعی در اسلام بود در سال دهه اواخر سالهای دهه 20 و اول دهه 30 ایشون موفق میشه که فقه شیعه رو یک فقه رسمی بکنه، یعنی به عنوان پنجمین مذهب در توسط دانشگاه الازهر مصر به رسمیت شناخته میشه. متقابل ایشون تعهد میده که توهین به خلفای راشدین و اهانت به اونها متوقف بشه و ما میدونیم که توهین و اهانت به خلفا در اصل شیعه نیست. اینها از زمان صفویه باب شد، تاریخ ثبت کرده این رو، فقط برای تفرقه افکنی بین مردم. نگاه جمهوری اسلامی به مردم نگاه فرقه هستش، نگاه فرقه گرایانه هستش. اون تمام جهان رو به مثلا مسلمان و غیر مسلمان تقسیم میکنه، بعد تمام جهان رو به بعد مسلمان رو به شیعه و غیر شیعه، بعد شیعیان رو به مثلا طرفدار ولایت فقیه و غیر طرفدار ولایت فقیه، و همینجوری خودی و ناخودی میکنه تا همینجور ریز میکنه، در حالی که سلسله گنابادی یعنی اقطاب سلسله گنابادی درست بالعکس، اونا میگن که ما باید به همه خلق شفقت کنیم، به همه خلق محبت کنیم بدون توجه به عقیده و تنها بند قلبشون نگاه کنیم. بسیار متشکرم. آقای قراگزلو خیلی نکته مهمی رو آقای ساجدی در فرماناتشون مطرح کردن و اون این که اساساً حکومت مؤمن و معتقد نیست. حکومت از مذهب به عنوان یک ابزار استفاده میکنه برای ایجاد سرکوب در جامعه. مشخصا میخوام از تالی این سوال رو بپرسم با توجه به رفتاری که حکومت داشته و خصوصا در 32 سال گذشته که آقای خامنه‌ای که او هم به نوعی به استان خراسان برمیگرده در این کار قرار گرفت، در رأس امور حکومتی قرار گرفت، آیا فکر میکنید آقای خامنه‌ای یک رقابتی داشت به دلیل محبوبیت شادروان دکتر علی نور تابنده و عدم محبوبیت و مقبولیت خودش و میکوشید این فشارها رو سازماندهی کنه برای اینکه در مقابل قولی که از خود میخواست بسازه جلوه رحمانی حقیقت الهی که در وجود آقای دکتر تابنده متجلی میشد از نگاه دراویش این جلوه ها بروز نکنه؟ آیا یک خباثت انسانی رو در رفتار آقای خامنه‌ای و اذنابش علیه آقای دکتر تابنده شما پیگیری میفرمایید؟ به طور قطع یعنی خب اسنادش هست، تاریخ نشون میده نه فقط آقای خامنه‌ای، تمام آیت الله های حکومتی، تمام آخوندهای حکومتی همه همین حال و همین طرز فکر رو دارن. مکتب جناب آقای دکتر نورعلی تابنده، حضرت آقای مجذوب علی شاه یک مکتب انسانسازه،
یک مکتب خرافه ستیزه و در مقابل این شما مکتب آقای خامنه‌ای رو دارین و علم‌الهداها و تمام این آخوندهای حکومتی که بر اساس استحمار مردم پایه‌گذاری شده، بر اساس چاه پرستی، کیش شخصیت، امامزاده پرستی، خرافات، روایات و این دو تا مکتب در تضاد هم دیگه هستن. حالا شما مشاهده می‌کنید که در این 30 و چند سال اخیر آقای خامنه‌ای چقدر هزینه کرده که مردم رو، افکار مردم رو بخره و یک سکوت و یک خاموشی مرگباری بر مردم حاکم بکنه که کاملا تابع اون باشن. امام زمان و خودش نایب امام زمانشه که اگر هر کسی آقای خامنه‌ای رو بخواد هر گونه سرزنشی بکنه یا اعمالش رو مورد سوال قرار بده، یعنی خود امام زمان رو مورد سوال قرار داده و بنابراین شیعه نیست، مسلمان نیست، مرتد و الی آخر. و این هزینه‌های سنگینی که آقای خامنه‌ای به دم و دستگاهش کرده و تبلیغات وسیع و گسترده همراه با خفقانی که بر دراویش سعی کرده حاکم بکنه اثر معکوس داشته و همه ارادت باطنی و قلبی جناب آقای دکتر نورعلی تابنده دارن به خاطر شخصیت والاشون، به خاطر آرمان‌هاشون و درست برعکس منزجرن از اون چیزی که آقای خامنه‌ای و همکیشانش ارائه میدن. خب قطعاً مسئله خباثت و این حسد اینجا موجوده و به وضوح دیده میشه، ولی اغراض دیگه خیلی خیلی اهداف شوم دیگه هم در این مسئله نقش داره که به دست ایادیشون، به دست نفوذیاشون در درون سلسله اینا این کارها رو کردن. به خصوص 4 نفرن که به خاطر مال دنیا، به خاطر منصب همکاری با این نظام کردن که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده رو به شهادت برسونن و این خفقان رو حاکم بر مکتب درویشی هم بکنن و این 4 نفر متاسفانه سردمدارشون برادرزاده خود جناب آقای دکتر نورعلی تابنده، آقای محمد تابنده است، با یک آخوند حکومتی که از شاگردان و مریدان و مجازین یک آخوند حکومتی ضد درویشه که فتاوی بسیار بسیاری بر علیه درویش داده، علوی گرگانی و اینها در درون سلسله جناب آقای دکتر نورعلی تابنده رو برای تقریبا 2 سال حبس کردن در منزل خودشون، ممنوع صدا و ممنوع تصویر کردن و هر کاری دلشون خواست به اسم ایشون کردن و متاسفانه این جریان تا به امروز ادامه داره و یه دلیل بزرگ دیگه‌اش به خصوص در این مقطع، در این برهه زمانی اینه که این حکومت هیچ مشروعیتی در بین هیچ قشری از جامعه دیگه نداره و از لحاظ مالی هم که ورشکسته است. اینا میخوان از این جمعیت چند میلیونی درویش استفاده بکنن و به عنوان درویش حکومتی باز دوباره یک طیف دیگه، یک طبقه دیگه از جوانان رو به اسم درویشی بیارن و استعمار بکنن و این خفقان و خمودگی رو براشون حاکم بکنن. که بسیار متشکرم. بسیار سپاسگزارم آقای ساجدی. اما به هر حال منش دکتر نورعلی تابنده یک صبوری ویژه‌ای بود که در همین سالها از ایشون سراغ داریم. در رفتار ایشون بسیاری از دراویش این نکته رو به وضوح دیدن که عملکرد ایشون منطبق بر یک صبوری بود و همیشه همراهان و هم پیمانان خودشون رو و همه عزیزانی که پیرو این قطب سلسله دراویش گناه‌آبادی بودند رو دعوت می‌کردند به استمرار این سکوت، یا به عبارتی نه اینکه سکوت، منظورم سکوت نیست، به این صبوری تا این دوره سخت در تاریخ عبور کنه. شاید این بهترین جمله‌ای باشه که بتونم عرض کنم به درست‌ترین شکل. از شما میخوام بپرسم چرا ایشون تصمیم گرفتن در این دوره خطیر صبوری پیشه کنند و این رفتار و این عملکرد و این منش رو به پیروان خودشون هم متصری فرمودند؟ من عرایضی که خدمتتون عرض میکنم بر اساس احساسات یا علاقه شخص خودم به ایشون نیست، بر اساس فکت‌های غیر قابل انکاری هست که وجود داره و برای شما و من و همه ملموسه. زمانی که ایشون فوت میکنن، ایشون یعنی تنها شخصیت سیاسی هستن که در مورد ایشون اجماع مطلق وجود داشت.
تنها شخصیت سیاسی بین همه جریان‌ها. شما توجه بفرمایید زمانی که ایشون فوت میکنن چه کسانی به ایشون تسلیت میگن برای ایشون؟ شاهزاده گرامی رضا پهلوی، سرکار خانم مریم رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق، جناب آقای دکتر سید ابوالحسن ولی صدر اولین رئیس جمهور ایران، جناب آقای کدیور اسلام شناس برجسته و بسیاری از افراد برجسته، نهضت آزادی، جبهه ملی. ایشون تنها شخصیتی در طول تاریخ معاصر ایران هستند که این شکل، این حد از اجماع در مورد ایشون وجود داشت. من اینجا فرصت رو غنیمت میشمارم و یادی میکنم از استاد آواز ایران آقای محمد رضا شجریان که چند روز پیش فوت کردن و در مورد ایشون هم همچین اجماعی ما دیدیم و وجود داشت. اما تفاوت بزرگ در این هستش که ایشون شخصیت فرهنگی بودن، یه شخصیت سیاسی نبودن. البته آزاداندیش بودن و مبارزه هم کردن، ولی جناب آقای دکتر تا بنده 40 سال مبارزه ستم‌ستیزی داشتن و شخصیتشون به نوعی بود که مورد اعتماد همه بودن، مورد وثوق همه بودن. این پاسخ سوال شماست که میگید چرا ایشون، من نمیگم صبوری، اسمش میذارم مدارا. ایشون خیلی معتقد به تساهل و مدارا بودن و به نظر من اگر ایشون زنده می بودن مناسب ترین شخصیت برای سرپرستی دوران گذار روزهای بعد از جمهوری اسلامی به یک حکومت منتخب رفراندوم بودن، چون مورد اعتماد تمامی گروه های سیاسی بودن. البته خیلی از ابعاد شخصیتشون هم هست، من اینجا در مورد ابعاد عرفانیشون صحبت نمی کنم چون اولا درکی ندارم، دوما یک شمع نمیتونه به یک خورشید بتابه. ولی در مورد سایر ابعاد شخصیتیشون که اتفاقا و دست بر قضا به خاطر ابعاد عرفانی مغفول مونده و بهش ظلم شده میخوام یادم صحبت بکنم. ایشون یک اسلام شناس برجسته بودن، در کنار اون مبارزه ستم‌ستیزیشون یک اسلام شناس برجسته بودن و بارها فرموده بودن که در اسلام ما عزاداری نداریم. در کشوری که ائمه فقط فوت میکنن و کمتر به دنیا میان، این یه انقلابه، این یک واقعا انقلاب، یک یعنی شجاعته، حالا اگر نگیم جسارت، یک شجاعت بزرگ هستش. ایشون بارها فرمودن که در اسلام، این عرض بنا توجه فهمی خیلی مهمه که میخوام عرض کنم، در اسلام هیچ مقدسی مقدستر از جان یک انسان نیست. این یعنی اومانیسم دیگه مفهوم دیگه نداره دیگه. به این حد ایشون جان یک انسان رو از تمام اون خرافاتی که دیگران برای به قول شما پایگاه‌های دنیاییشون اختراع کردن و به مردم شایع کرده بودن، ایشون بالاتر میدونن. برای اینکه تمام موارد دیگه که دیگران بهش استناد میکنن همه وهمیه، همه ذهنیه، ولی جان یک انسان ملموس‌ترین عینیتی هست که در جامعه و در جهان وجود داره و ما میتونیم لمسش بکنیم و جان یک انسان امانتی هستش. البته موارد دیگه هم هستش که حالا بعد خدمتتون عرض. درسته، خیلی متشکرم. بذارید من این سوال رو از شما بپرسم چون خیلی میخوام کوتاه البته بهش جواب بدین. خود شما حقوقدان هستین، فکر میکنید جلوه آقای دکتر نورعلی تابنده به عنوان یک حقوقدان در این عرصه چگونه بوده؟ به هر حال ایشون میدونیم که پیش از انقلاب مناصب دادگستری داشتن، تحصیلات عالیه داشتن در زمینه و رشته حقوق. این رو چگونه ارزیابی میفرمایید؟ ایشون به حقوق اساسی خیلی مسلط بودن و به نوعی بنیانگذار حقوق اساسی بودن. ایشون اولین جمعیت حقوق بشر در ایران رو به همراه همرزمانشون در سال 1356 به نام جمعیت ایرانی آزادی و حقوق بشر، جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر در سال 1356 به ثبت رسوندن و این در سازمان ملل به ثبت رسیده. در سال 1360 به خاطر شرایطی که شما هم باهاش آشنا هستین ناچار شدن که این جمعیت رو منحلش بکنن. اما در چند سال بعد و در سال 1364 جمعیت دیگه، یعنی یک به اصطلاح یک گروه دیگه رو به ثبت میرسونن برای دفاع، اونم دفاع از حقوق بشر بوده که به نام جمعیت دفاع از حاکمیت ملت ایران که منجر میشه به اون نامه 90 امضایی که حالا اگه بخوام بگم طولانی میشه. اما ایشون به طور خلاصه حقوق انسان‌ها رو در حقوق بشر می‌دیدن، یعنی حقوق بشر رو اساسی ترین حقوقی می‌دیدن که باید اجرا بشه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای قره‌گزلو. بذارید البته من چند سوالی در مورد آقای دکتر نورعلی تابنده دارم، ولی برای اینکه بحث به چرخه نگاهی هم بندازیم به عملکردی که جناب آقای ثابتعلی شاه در این مدتی که زمام امور رو به عنوان سرسلسله دراویش به عهده گرفتند داشته باشیم. به هر حال جناب آقای سید علیرضا جذبی طباطبایی که اکنون قطب دراویش گنابادی هستند رفتار بسیار متینی دارند و بسیار هم مورد احترام طرفدارانشون هستند، اما خب از اون شاید به عبارتی محبوبیت یا اون چهره جهان شمولی که آقای دکتر نورعلی تابنده برخوردار بودند برخوردار نیستند، یا دست کم شناخت من به عنوان یک ایرانی خارج از کشور از حوزه تأثیر ایشون در منطقه کمتر هست، در بین مردم کمتر هست. از شما به عنوان فردی که مطلع هستید بیشتر در مورد منش و سبک فعالیت‌ها و رهبری ایشون بدونیم که تا چه اندازه همسوس یا غیر همسوس با سیاست مدارایی که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده در دوران طولانی زمامداریشون به عنوان رهبر دراویش گنابادی پیشه کرده بودند. بله، من در مورد جناب آقای دکتر نورعلی تابنده و عرض بکنم ایشون روششون مدارا نبود، صبر پیشه کرده بودن، ولی به معنی این نبود که مقابله با ظلم و فساد و فشار جنایتی که در حق دراویش و بقیه هموطنان میشد سکوت کرده بودند. همونطوری که همیشه فرموده بودن در مقابل ظلم و فساد یک درویش، یک پیرو مکتب ایشون موظفه که مثل سنگ خارا مقاومت بکنه و تا پای جونش ایستادگی بکنه. اینو بارها و بارها برش تاکید کردم و وظیفه هر درویشی که در جامعه حضور داشته باشه به عنوان یک یار و یاور مردم ستم دیده، دفاع از حقوق و حقوق پایمال شدهشون و امداد رسانی به مستمندان. منش ایشون به هیچ وجه مدارا نبود، ولی صبر پیشه کرده بودن، در ضمن مقاومت هم میکردن و پیروانشون رو هدایت میکردن برای مقاومت در مقابل ظلم و فساد. جناب آقای جذبی فعلا عهدهدار امور سلسله هستند و ایشون سکوت اختیار کردن و شاید دلایلش این باشه، یکی از دلایلش این باشه که همونطوری که عرض کردم این 4 نفر ایادی رژیم در درون سلسله، آقای محمد تابنده، آخوند حکومتی حسین علی کاشانی، میر یونس جعفری و غلامرضا حرسینی، اینها امور سلسله رو کاملا در دست گرفتن و هر کاری دلشون میخواد میکنن و برای اینکه کل نظام پشتشونه و فعلا آقای جذبی سکوت اختیار کردن تا ببینیم چی میشه. آقای من این بذارید همین مسئله رو از آقای ساجدی هم بپرسم. این اتهامی که آقای در حقیقت قره‌گزلو وارد میکنن به 4 تن از چهره‌های شناخته شده در حقیقت این اتهام رو چقدر وارد میدونید؟ از زبان شما هم بشنویم که 2 شاهد برای یک موضوع باشه. بله اتهامات کاملا درست هستش در خصوص اون شخصی که شاگرد یک آخوند حکومتی به نام آقای علوی گرگانی هستش. به طور سیستماتیک مفاهیم و بنیادهای اساسی درویشی تخریب شده و مفاهیم حکومتی وارد شده. به عنوان مثال من فقط اینو میتونم بگم که مثلا ما در سلسله گنابادی هیچ وقت براءت نداشتیم. براءت در سلسله گنابادی که در رساله شریفه پند ساله هم نوشته شده در موردش، یعنی سرزنش به عمل شخص هستش. یعنی همیشه بزرگان ما عمل یک شخص رو از خود اون شخص جدا میبینن، چون که ممکنه شخص خالق عملش الان باشه ولی فردا نباشه. اما اینها آمدن و براءت رو از شخص مطرح کردن. این یکی از اینا بوده. پس این اتهام، ببخشید من میخوام برگردم به آقای قره‌گزلو، فقط میخواستم چون مسئله 2 بار مطرح شد دبل چکی بگیرم که دوستان بیننده هم ببینن این خط فکری است که در میان بسیاری از عزیزان است. اما آقای قره‌گزلو داشتید میفرمودید، شما ببخشید که من مجبور شدم صحبت شما رو منقطع کنم، برگردم بهتون و اینکه نگاهی که الان در جامعه دراویش هست چگونه هست. به هر حال بدنه جامعه دراویش یک بدنه بسیار منسجم، به دلیل اینکه در دورانی که در ایران زندگی می‌کردم این سعادت رو داشتم که به هر حال نزدیک شدم و دیدم برای مواردی که حالا دوستانی بودن یا عزیزانی بودن یا این فرصت برای من پیش آمده که
سعادت داشته باشم در محفل آقای نورعلی تابنده یک بار حضور پیدا کنم، از نزدیک این رو دیدم که چه سلسله مراتب معناداری وجود داره و چگونه دراویش از هم حمایت میکنن یا پشت هم میستن. از شما بپرسم که الان این نگاه بدنی این جامعه که گلستان هفتم رو پشت سر گذاشته، حصر حضرت آقای تابنده رو پشت سر گذاشته، سکوت امروز حضرت ثابت علی شاه رو میبینه، این بدنه پویا و عدالت خواهی که جمعیت میلیونی هم داره همونجور که شما فرمودید، چه نگاهی داره و چگونه میتونه به آرمانهای ملت ایران که رسیدن به یک آزادی، دموکراسی و یک سکولار دموکراسی به مفهوم واقعی کلمه هست که دین آدم ها متعلق به خودشون باشه نه متعلق به حکومت، یاری رسان این آرمان ملی برای مردم ایران باشه؟ بله، همونطوری که فرمودین، به خصوص بر اساس تعلیمات و ارشاد و هدایت جناب آقای دکتر نورعلی تابنده، آرمان‌های مکتب درویشی که ایشون سکاندارش بودن همینه، یعنی آزادگی و آزادی خواهی. و هر درویشی دو وجهه داره، یکی وجهه شخصی زندگیشه که سلوک باطنیه بر اساس عقلانیت، به دور از هر گونه خرافات، به دور از روایات، چاه پرستی، امامزاده پرستی، بر اساس تعالیم قرآن مجید و هدایت و ارشاد پیر وقت. این یه جنبشه، جنبه زندگی خصوصی درویشه. جنبه اجتماعیشون هم همونطوری که بارها و بارها برش تاکید فرمودن جناب آقای دکتر نورعلی تابنده، حضور در جامعه است به عنوان آب روان، حیات بخش برای هر کس که محتاجه و دفاع از حقوق ستمدیدگان. یعنی اگر یک درویش فقط و فقط به جنبه باطنیش بپردازه، با خلوص نیت و گشایش‌های معنوی هم داشته باشه، ولی در جامعه حضور نداشته باشه، این سیر و سلوکش و پیشرفت روحانیش کامل نیست. برای اینکه سود و فایدهش برای جامعه اینه که ضررش به جامعه نمیرسه، این حد اکثر منفعتشه و این چیزی نیست که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده تعلیم میدادن. و من خودم برداشت شخصیم به عنوان ارادتمند ایشون اینه که اگر من اینطوری باشم، خاصیت من برای جامعه، معذرت میخوام از گاو و گوسفندم کمتره، برای اینکه گاو و گوسفندم صدمه‌ای به کسی نمیرسونن، ولی همه وجودشون منفعته، کار میکنه، بار میکشه، گاو شیر میده، گوشت و پوست و همه چیز مصرف میشه برای خلق خدا. و متاسفانه این آقایون و این نظام هدفشون اینه که بلا نسبت به چشم کمتر از گاو و گوسفند به چندین میلیون درویش نگاه میکنن، به جمعیت ملت ایران نگاه میکنن که تابع مطلق و پیرو خرافاتی که اینا نهادینه میکنن باشن بدون چون و چرا. و بینش درویش و پیروان جناب آقای دکتر نورعلی تابنده حضرت آقای مجذوب علی شاه این چنینه، یعنی یک درویش موظفه که یک عضو سازنده جامعه باشه. و الان یک خفقان بسیار بسیار شکننده و قابل انفجاری حاکم بر درویش به خاطر اتفاقاتی که افتاده. اکثریت درویش آگاهن که چه شد، چه بر جناب آقای دکتر نورعلی تابنده گذشت و در عرض کمتر از 2 سال ایشون رو از سلامت کامل به شهادت رسوندن، مسموم کردن و می‌بینیم فیلماش هست. و اتفاقا همین نکته است آقای قراگوزو، چون من یادم هست که اصلا بحث در این بود که در داروهایشون موادی رو میریختن یا حتی گفتن که خود آقای دکتر نورعلی تابنده هم در دولتسرا گفته بودن که حنظل به خوردشون دادن، توقع دارن بگن عسل خوردن. این بحث واقعا چه بوده؟ آیا حقیقتا نقشه تروری برای به هر حال حذف فیزیکی آقای دکتر نورعلی تابنده در دستور کار حکومت قرار داشته و آیا فوت ایشون واقعا مشکوک به ترور هست؟ ترور به وسیله مسموم سازی؟ به طور قطع بر اساس اسناد و شواهدی که گردآوری شده، به خصوص بعد از شروع این کمپین، به طور قطع این یک توطئه بوده برای حذف جناب آقای دکتر نورعلی تابنده. ببینید قبل از واقعه گلستان هفتم ایشون در سلامت کامل بودن، با وجود اینکه در اسفند ماه سال 95 هم یک سوء قصد به جان ایشون شد، مسمومشون کردن، 2 هفته در بیمارستان بودن و اونجا فرمودن علنا که این دیگه الان برای من یقین حاصل شده که برنامه حذف من در کار بوده. ولی بعدش بهبود پیدا کردن. بعد جریانات گلستان هفتم پیش اومد و به اون بهانه ایشون رو در حبس خانگی قرار دادن
یک شخص سالم، عالم، عارف که هر هفته چندین جلسه برای ارادتمندان داشتن، ممنوع صدا و ممنوع تصویر کردن و بعد این 4 نفر گفتن ما نماینده های جناب آقای دکتر تابنده هستیم و از طرف ایشون صحبت می‌کنیم. چه احتیاجی داره یه آدمی که حقوقدان برجسته است، عارف و عالمه و تا قبل از این واقعه هر هفته چندین بار جلسات مختلف برای ارادتمندانشون صحبت می‌فرمودن، احتیاج به نماینده داشته باشن و کسی ایشون دسترسی بهشون نداشته باشه. و بعد در اثر فعالیت‌های استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر آزمایش و انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر این مسئله ثابت شد که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده در حبس خانگی هستند و جونشون در خطره. بعد اینها مجبور شدن جلسات بسیار مهندس شده و کنترل شده رو تشکیل بدن، یه عده محدودی از دراویش اجازه بدن برن اونجا و حتی اجازه نمیدادن گوشیاشون رو همراهشون ببرن که کسی مبادا صدا و تصویرشون رو ضبط کنه. ولی در همین جلسات ایشون فرمودن، در یک جلسه فرمودن من هیچ نماینده‌ای ندارم، همه دراویش از طرف من نماینده‌ام. در یک جلسه فرمودن من در منزل خودم در حبس هستم. در یک جلسه فرمودن به من حنظل میدن، میگن عسل بخور بهبه بکن و ناراحت میشن بهبه نمیکنن و همینطور الی آخر. و بعد در تاسوعای سال 97 هم در حسینیه دراویش، حسینیه حائریشون فرمودن این آقایون نماینده تا به هر کاری کردن ممنونیم ازشون، برن دنبال زندگیشون، دیگه احتیاجی بهشون نیست. یعنی علنا در جمع یک عده از دراویش که فیلم برداری میشد این برنامه به وضوح ایشون فرمودن که این آقایون نماینده نیستن دیگه. ولی بعد اینها رفتن با گستاخی تمام و بیشرمی یک بیانیه دادن که ما 4 نفر نماینده های افتخاری آقای تابنده هستیم، که من اصلا خیلی مقوله عجیبیه یه شخصی بگه من نماینده ندارم و 4 نفر بیان بگن ما نماینده های افتخاری تو این و هر کاری هم بکنن دلشون بخواد بکنن و من نباشم. یعنی اسناد هست که قطعاً برنامه حذف ایشون و ترور تدریجی ایشون در کار بوده. یک خیلی کوتاه این سوالم از حضورتون آقای قره‌گوزلو بپرسم، با توجه به اینکه به هر حال آقای دکتر نورعلی تابنده به درود حیات گفتن و الان سلسله دراویش، قطب دراویش جناب آقای جذبی هستند، اون نمایندگی که دیگه معتبر نیست، چرا این آدم ها حذف نشدند از بدنه فعال جامعه اداره کننده سلسله مراتب دراویشی در ایران؟ ببینید حذف شدن. جناب آقای دکتر نورعلی تابنده، حضرت آقای مجذوب علی شاه اینها رو عزل کردن، به وضوح فرمودن که اینا نماینده نیستن، هیچ نقشی و هیچ جایگاهی در درون سلسله ندارن. حتی یه توبیخنامه برای آقای حسین علی کاشانی نوشتن، مرحوم فرمودن ایشون به خاطر خیانت‌ها و دسیسه‌هایی که در درون سلسله انجام میداد. ولی پشت اینا خیلی به نهادهای بالایی، خیلی رد بالای این نظام گرمه که میتونن این کارا رو ادامه بدن. جناب آقای جذبی هم هیچ فرمایشی در مورد این آقایون نکردن که نمایندگی دارن یا میتونن، ولی اینا هر کاری دلشون بخواد میکنن، برای اینکه از امکانات بسیار بسیار گسترده و وسیعی از طرف نظام برخوردارن. بسیار متشکرم از شما آقای ساجدی عزیز. برگردم به بخشی از بدنه دراویش گنابادی که همین الان هم متاسفانه زیر احکام سنگین هستند و با فشارهای متعدد امنیتی روبرو هستند. فکر میکنید دامنه این فشارها در شرایط کنونی افزایش پیدا کرده یا بخشی از همون روندی است که در ماه‌های گذشته هم شاهدش بودیم؟ ادامه همون روند هستش، منتها شکلش عوض شده. یعنی الان حکومت تلاش میکنه که فشارهای خودش رو با دست خود دراویش بر علیه دراویش اجرا بکنه، یعنی به جای اینکه خودش رو مستقیم درگیر بکنه، از طریق همون نمایندگانی که الان صحبتش بود تلاش میکنن تا دراویش رو مهار بکنن. فراموش نکنیم که دراویش هم جزئی از ملت ایران هستند و اونها هم در این شرایط سخت و طاقت فرسا با کمرشکن همراه مردم ایران هستند و طبیعتا هر فشاری که به مردم میاد به اونها هم میاد. به هر حال مجالس که الان مدت هاست تعطیل هستش، گرد همایی ندارن، عملا هیچ نوع از تظاهر به درویشی به طور آشکار در جامعه وجود نداره که بشه روش قضاوت کرد. و دراویش زندانی رو هم که هیچ کنم آزاد نکردن، بلکه اونا رو به شهرستان‌های دوردست تبعید کردن. بعضیاشون 20 سال، 30 سال، 10 سال
یعنی فشارها هنوز هست، فشارها کمتر نشده، فقط شکل و نوع فشار عوض شده. همونجور که میدونین این تاکتیکی است که نظام استفاده میکنه برای فریب دادن دیگران. آقای قراگوزلو، نظر شما رو هم در همین زمینه بشنویم. به هر حال این میزان فشاری که رو دراویش آمده تقریبا بی‌نظیره. یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم چه میزان احکام سنگین اهمیتی برای دراویش صادر شده، واقعا دود از سر آدم عاقل برمیخیزه که چه سبوعیتی باید پشت این قضیه باشه. فکر میکنید حکومت به دنبال مخابره چه پیامی به جامعه است با احکامی که برای دراویش معترض صادر کرده و به این اندازه حقوق انسانی اونها رو تضییع نموده؟ این پیام خیلی محکم میخواد بفرسته برای جامعه، نه فقط جامعه دراویش، چندین میلیون دراویش، به کل جامعه. به یاد بیاریم که اولین گروهی که به طور مسالمت آمیز و مدنی اعتراض کرد در قبال اعمال خشونت‌ها و جنایت‌هایی که در حق دراویش میشد، تخریب حسینیه‌هاشون، کشت و کشتارها، زندان‌ها، مرگ‌های مشکوک، دراویش بودن که جلوی مجلس جمع شدن در اعتراض به سیاست‌های نظام بر علیه دراویش و کل جمعیت. و همینطور دراویش بودن که خانواده‌هاشون جلوی زندان اوین و زندان‌ها تحصیل کردن که یا عزیزان ما رو محاکمه کنین و آزاد کنین، چون بدون هیچ جرمی یا اتهام اینها رو دستگیر کرده بودن، انداخته بودن زندان، یا اینکه ما رو ببرید زندان. و این شد یه الگویی برای دیگران. مادران این زندانیان جلوی زندان اوین به این کمپین پیوستن، دیگران پیوستن، دکتر ملکی، آقای نوریزاد و غیره. و این خیلی خطر بزرگ و جدی برای حکومت بود که این منش و این روش که بدون خشونت ولی با مقاومت و ایستادگی تا پای جان بین مردم نهادینه بشه و یه الگویی بشه برای دیگران. دلیل کشت و کشتارشون زنده یاد محمد راجی زیر شکنجه در کمتر از 2 روز وحشیانه کشتنش در واقعه گلستان افغان. محمد یاور سلاسو که به جهانیان ثابت شد بیگناه بود و راننده اتوبوس شخص دیگری بود. یک عزیز دیگر رو در کبار کشته بودن، مهندس بنانی رو، و خیلی مرگ‌های مشکوک دیگه. اینا همش برای اینه که پیام خیلی محکمی به بقیه مردم بفرستن. بسیار سپاسگزارم. آقای ساجدی عزیز، بذارید در فرصت کوتاه باقی مانده یک نگاه هم داشته باشیم به کسانی که این روزها متاسفانه به دلایل همین احکام از خانواده‌های خودشون دور هستند. آیا جامعه دراویش گنابادی ابزاری برای کمک رسانی به خانواده عزیزانی که در بند هستند، در حبس هستند، زیر احکام سنگین قرار دارند به دست گرفته، تونسته فعالیتی در این راستا انجام بده؟ چه مکانیزمی برای حمایت از خانواده دراویش زندانی یا تبعید شده مورد استفاده ساختار سلسله مراتب درویشی در ایران قرار داره؟ قبلا سلسله گنابادی یک سیستم مددکاری اجتماعی داشت، یک مددکاری داشتش که به خانواده های زندانیان، خانواده های بیکار، کسانی که از کار افتاده هستند و خانواده بی سرپرست، به همه اینا کمک میکرد. ولی متاسفانه در جریان گلستان هفتم این نهاد اشغال شد و به طور کامل منحل شد. از اون موقع من نمیدونم که چون من دیگه داخل ایران نیستم، نمیدونم که چه سیستمی هست. من میدونم که تنها نمیذارن برادرانشون. دراویش گنابادی هیچ وقت برادر و خواهرشون تنها نمیذارن و کمک هم میکنن، ولی فکر نمیکنم کمک سیستماتیک باشه، یعنی کمکی باشه که بشه به اصطلاح مشاهدهش کرد یا بشه اندازه‌گیریش کرد. بسیار متشکرم. آقای قراگوزلو، به هر حال جامعه ایران دور از جامعه دراویش نیست، جامعه دراویش هم خارج از جامعه ایران نیست. همونجوری که خود شما و جناب آقای ساجدی فرمودید که از مهمترین آموزه‌های کلیه اقطاب سلسله گنابادی این بوده که این فرقه ها و تفرقه ها کنار برود، وحدت و همدلی پیش آید. فکر میکنید جامعه دراویش از هموطنانشون، دیگر مردم ایران، چه توقعی دارند و مردم ایران چه توقعی از جامعه دراویش مظلوم ایرانی دارند که 40 سال بار ستم رو حکومت بر دوش اونها نهاد؟ اتحاد و همدلی، یعنی یک درویش، یک پیرو آرمان‌های اعلای حضرت آقای مجددعلی شاه و اقطاب سلف ایشون،
جامعه بشری رو همه رو به یه چشم بهشون نگاه میکنن. یعنی همه فرزندان یک خداوند هستند، همه حق زندگی و آزادگی دارن و یعنی این مددرسانی که جناب آقای ساجدی راجع به صحبت کردن یا گروه‌های دیگه در مانگاها یا تمام بنیادهای امدادرسانی و خیریه‌ای که دراویش درست کرده بودن، به پا کرده بودن برای خدمت به همه خلق خداست، نه فقط دراویش، نه فقط شیعه، نه فقط سنی، زن و مرد و اینا نداره، همه. و این یه چیزیه که انشاءالله امیدوارم که همه مد نظرشون باشه. همونطوری که دراویش این آرمان‌ها رو میخوان پیروی بکنن، مردم ایران هم همین آرمان‌ها رو پیروی بکنن، همه یکی هستیم. بسیار سپاسگزارم جناب آقای حمید قراگوزلو، نماینده انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر و البته درویش گنابادی که از شرق ایالات متحده آمریکا امشب در این گفتگو با من همراهی فرمودید. بسیار سپاسگزارم. همچنین از شما ممنونم جناب آقای افشین ساجدی، حقوقدان و درویش گنابادی که از ایتالیا هم از بلژیک در قلب اروپا در طول برنامه امشب با من همراه بودید. سپاسگزارم. با افتخار. خواهش میکنم. با کمال افتخار. ممنونم از شما هم که به تماشای چشمانداز امشب نشستید. سپاسگزارم و آرزو میکنم هر کجا که هستید و با هر اندیشه و عقیده‌ای که زندگی میکنید و مرام شما فراموش نکنید که آزادگی نخستین اصلی است که هر ایرانی اکنون و حالا باید به اتکای به آن دست اتحاد و یاری به دیگر ایرانیان آزاده دهد. وقت خوش. خدا نگهدار.